دخترک کنار ورودی مترو نشسته بود و چسب زخم و فال حافظ می فروخت. سعی می کرد خود را در سایه علامت متروی دروازه دولت جای دهد. نزدیکش شدم. هر روز او را می دیدم که همینجا نشسته بود. با هم رفیق شده بودیم. گاهی از خستگی زیاد سرش را به دیوار تکه می داد و چشمانش را می بست. به خاطر نزدیک بودن به مهرماه برایم سوال شده بود که مدرسه اش چه می شود. باید از زمان کاریش سر در می آوردم. به هر روز دیدنش و لبخندهایی که بینمان رد و بدل می شد عادت کرده بودم. نزدیکتر رفتم. کنارش نشستم و سرم را به دیوار تکیه دادم. درست شبیه زمانهایی که خودش این کار را می کند. نگاه هم کرد و گفت: خاله، امروز انگار مثل من خیلی خسته ای. به چشمان زیبایش نگاه کردم. لبخند زدم و گفتم: از کجا فهمیدی؟ گفت: من وقتی خیلی خسته می شوم به دیوار تکیه می دهم و چشمم را برای مدتی می بندم و بقیه حرفش را خورد. گفتم: حرفت را تمام کن. چشمانت را می بندی و با ذوق و شوق کودکانش دوباره ادامه داد. چشمانم را می بندم و بعد خودم را با لباس نو در مدرسه بین دوستانم تصور می کنم که با هم شعر می خوانیم. سپس به گوشه‌ای زل زد و زیر لب شعری کودکانه زمزمه کرد. زیبا و با استعداد بود. زمان را مناسب دیدم و پرسیدم: برای مدرسه حاضر شده ای؟ وسیله خریده ای؟ کیف، کتاب، روپوش؟ اما نگاهش غمگین‌تر شد. گفت: امسال به مدرسه نمی روم. مادرم گفته خواندن و نوشتن برایم کافی است. باید کار کنم تا پول داشته باشیم. برای مدرسه پولی نداریم. ولی من باز هم حرفش را خورد. گفتم: این حرفها را کنار بگذار. خودت دوست داری بروی؟ سرش را به نشانه تایید تکان داد. نگاهش کردم و گفتم: تو به مدرسه می روی. قول می دهم. باور کن. باید کاری می کردم. نمی توانستم دست روی دست بگذارم و شاهد ترک تحصیل گلناز باشم. باید کاری می کردم که رویاهای گلناز به حقیقت بپیوندد. رویاهایی که هر بچه‌ای باید آنها را با لبخند و امید تصور کند و با انگیزه و اشتیاق دنبالشان برود. باید هر چقدر در توانم بود برای رسیدن گلناز به آرزویش که فقط و فقط رفتن به مدرسه بود کمک می‌کردم. یادم افتاد که یکی از دوستانم در یک بنیاد خیریه کار می‌کند و می‌دانستم که هر سال به دانش آموزان نیازمند کمک هزینه و لوازم مدرسه می‌رسانند. از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختم. فردای همان روز گلناز را به دوستم معرفی کردم تا امید را به او هدیه کنم، تا او هم مثل بچه‌های دیگر با همان لبخند شیرین و صدای زیبا با هم کلاسی‌هایش شعر بخواند و آینده خود را بسازد. سرنوشت را باید از سر نوشت. شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت. قصه ها را قصه دیگر از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر نوشت.
بکاری از دل گل گل براری در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری گر بخواهیم گر نخواهیم باغ باغه سرنوشت را باید از سر نوشت شاید این بار کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را قصه دیگر از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر حکمت خدا. روزگاری پادشاهی بود که وزیری داشت که همیشه همراه پادشاه بود و هر حادثه و اتفاق خیر یا شری که برای شاه میافتاد به پادشاه میگفت حتما حکمت خداست. تا اینکه روزی پادشاه دستش را با چاقو برید و وزیر مثل همیشه گفت بریده شدن دستت حکمتی دارد. شاه این بار بسیار عصبانی شد و به شدت با وزیر برخورد کرد و او که به حکمت این اتفاق معتقد نبود وزیر را به زندان انداخت. فردای آن روز طبق عادت به شکارگاه رفت ولی این بار بدون وزیر بود. پادشاه مشغول شکار بود که عده‌ای از مردان بومی او را گرفتند و خواستند پادشاه را برای خدایانشان قربانی کنند. ولی قبل از قربانی کردن متوجه شدند دست پادشاه زخمی است و آنان تنها قربانی سالم و بدون نقص می‌خواستند. به همین خاطر پادشاه را آزاد کردند. پادشاه به قصر برگشت و پیش وزیر در زندان رفت و قضیه را برای او نقل کرد و گفت حکمت بریده شدن دستم را فهمیدم ولی حکمت زندان رفتن تو را نفهمیدم. وزیر جواب داد من اگر زندان نبودم حتما با تو به شکار می آمدم و من که سالم بودم به جای شما قربانی می شدم.